چند روز پیش باز توی دانشگاهی یه جوان یه سوالی پرسید که ما که خودمون بدبخت و بیچاره داریم چه لزومی داره به لبنان کمک کنیم؟ چه لزومی داره به فلسطین کمک کنیم؟ بهش گفتم که اون کمکی که میشه از صندوقی است که مربوط به بیچاره و فقیرهای جامعه‌مونه. بیچاره فقیر سازمان داره، وزارت اقتصاد براش هست، بانک مرکزی هست، وزارت بازرگانی هست، وزارت جهاد کشاورزی هست، کمیته امداد هست، وزارت رفاه و امثال این وزارتخونا هستن. اینا وظیفه‌شون اونهاست. یک بودجه مستقلی دارید برای دفاع از کشور. بودجه دفاعی باید بیاد تشخیص بدی کجا استفادهش کنی بهتره. گفتم شما میدونی بهترین ناو این کشور اسمش سهند بود؟ گفت خب نه. گفتم میتونی بری عکسش رو تو اینترنت پیدا کنی وقتی سال 66 از داخل تنگه هرمز از بندر عباس خارج شد، 20 کیلومتر جلوتر نرفته از فاصله 150 کیلومتری هواپیمای A6 آمریکایی با موشک‌های هارپون از 150 کیلومتری زدنش، اصلا نفهمید از کجا خورده. و اون عکسی که می‌بینید یک تراژدی در تاریخ مردم ایرانه. اون عکس یک عکسی که آمریکایی‌ها ازش منتشر کردن که از بالا گرفتن داره میسوزه و فریگیت سهند جمهوری اسلامی سراسر آتشه. من این عکس رو دارم. موقعی که میخوام حقایق تلخ کوتاه آمدن رو و جلوی دشمن ذلیلانه برخورد کردن رو دقت کنم، این عکس رو بهش نگاه میکنم. یادم میاد که اون روزی بود که شما مجبور بودید توی این جاده ساوه، یه جایی هست به اسم شهید جولایی، کارخونه ایست که قایق درست میکنه. قایقاش الان قیمتش 5 میلیون تومنه. 2 تا بشکه 200 لیتری بنزین میدادید به 2 تا آدمی که زیر سوم راهنمایی سواد داشتن، با یه راکت کاتیوشا میگفتی هر نفتکشی دیده توی خلیج فارس بزنید. اگر با هواپیماهای پیشرفته، ناوهای پیشرفته اینقدر به عراق کمک کردن، آمدن آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تو خلیج فارس کمکش کردن، 330 تا نفتکش و کشتی باری زد، ما کشور ما 400 تا نفتکش و کشتی باری رو زد. یعنی اگه قرار شد اصطلاحاً بهش میگن کنتراباند، قطع خطوط مواصلاتی دریایی، تجارت ما مختل بشه، تجارت همه مختل بشه. اون رو البته اون ناوهای سنگین نزدن. یه قایق 5 میلیون تومانی، آدمی که دانشگاه افسری نرفته بود، زیر سوم راهنمایی سواد داشت. هر وقت از سراح افسری عبور میکنید، اون پایین سراح افسری عکس 5-6 تا جوون رو زدن. اینها همونایی هستن که تو 3 مرحله درگیری با ناوهای آمریکایی تلفات سنگینی با آمریکایی وارد کردن و هلیکوپترهای معروف NJ دیفیندر آمریکایی ها رو منهدم کردن. یک 20 دقیقه 25 دقیقه از عملیاتشون فیلم واقعی وجود داره که فکر نمی کنم حالا به این زودی ها تلویزیون ما یه موقع اینا رو پخش کنه. اون که فرماندهشون بود سوم راهنمایی سوادش بوده، یعنی بقیه‌شون هولوش 5 ابتدایی و معروفه. اون جوان رو، اون مهدوی رو من میشناختم و افراد دیگه که تو اون تیم هستن، عکسشون رو توی سراح افسریه روی دیوار بزرگی کشیدن. پاسخ من به اون جوونی که سوالش این بود که چرا ما باید به لبنان و جای دیگه کمک کنیم، بهش گفتم شما یه زیردریایی می‌خرید 150 میلیون دلار. تو مانورا می‌بینید چیز زیبا و شیکیه رو آب داره راه میره. می‌دونی وقتی جنگ بشه این هنوز از بندر عباس و بوشهر فاصله نگرفته، از یه فاصله میزننش که هیچ وقت تو تاریخ معلوم نمیشه از کجا خورد. اما شما به جای اینکه این 150 میلیون دلار رو بدی یه زیردریایی بخری، میای میشینی اینجوری فکر میکنی که اگر بیای سالی 1 میلیون دلار میشه 1 میلیارد تومان به یک سازمان چریکی کمک کنی، کار فرهنگی کردی، اونها رو با ادبیات خودت رشد دادی، جامعه سازی کردی، بعد اونها در مواقع ضروری به تعبیر غربی‌ها پراکسیوار کردن. ما نگفتیم پراکسیوار، برید این کلمه رو سرچ کنید، حالا خودشون. بعدم نه یه روز 2 روز، ارتش 1 میلیون نفری عراق 21 روز جلو آمریکا دوام آورد. 34 روز اون گروهی که شما یه کمک مالی بهش کردی، اسرائیل رو پشت دروازه‌های لبنان نگه داشت. توی جوان میتونی بفهمی معنی این یعنی چی؟ بله، جامعه فقیر داره، سیل زده داره، گرسنه داره، زلزله زده داره، وظیفه وزارتخونه‌های دیگه است. نباید از بودجه دفاعیت بزنی.
22 میلیون دلار میدی یه هواپیما میخری، با هواپیما که نمیتونه مسافر ببری، هواپیمای جنگی، باید بذاریش کنار باند بپوسه، چند وقت یه بارم بلندش کنی، یه دوری بزنه، یه مانوری بزنه، بشینه. امنیت رو که با تکنولوژی اینجوری نمیشه نگهداشت. بله اگه داشته باشی خودت بسازی درسته، ولی از روسا هواپیما میخری، از آمریکایی‌ها میخری، چرخشو نمیدن، قطعات یدکیشو نمیدن. پس این تصویری که امروز تو ذهن مخاطب ما هست، تو ذهن جوان ما هست، که باورش اینه که ما چرا مثلا کمک میکنیم به لبنان، چون یه کارگردانی پیدا نشد نشون بده که شما در بهترین حالت ناو که بخرید میشه ناو سهند. ناو سهند 20 کیلومتر از بندر عباس نرفته بیرون با 2 تا موشک هارپون از 150 کیلومتری، هواپیمای A6 گرومن، جوری این رو از روی ناوهای هواپیمابر بلند میشن میزنن که این دیگه نتونه تکون بخوره. اما همون ناو هواپیمابر از اینکه 2 تا قایق آشورای 2 تنی که سطح بکارگیریش آموزشش 24 ساعت، دانشکده افسری هم نیاز نداره، و نوع خطری که این قایق برای اون ناوهای پیشرفته داره. ما 6 تا رزمناو خریدیم از آمریکایی‌ها قبل از انقلاب. الان توی ارتش آمریکا ناوهای سرفرماندهی هست. یکیش کیده، یکیش کراملاینه، یکیش لاساله که ناو سرفرمانده آمریکا تو اقیانوس هنده، یکیش وینسنز، همونی است که هواپیمای مسافربری ما رو زد. اون ناو خودمونه، اون ناوی است که قبل از انقلاب پول اینا رو نقد حکومت پهلوی داده، 400 میلیون دلار قیمت هر کدوم ایناست. الان قیمت هر کدومشون 1 میلیارد و 200 میلیون دلاره. این 6 تا ناو اسپرانسی که اسم کلاسش اسپرانس، ناوهاش به اسم داریوش و خشایار و کوروش و اینهاست. منتهاش اون رو بدنش که اینا نوشته شده رنگ زدن و شماره نوشتن. کشتی بریشتون رو وقتی قرار شد آمریکایی‌ها اسکورت کنن، بزرگترین نفتکش کشورهای منطقه، یک سوپرتانکر نفتکش 330 متر طولشه. وقتی سال 66 قرار شد که این رو اسکورت کنن، امام گفته بود که نذارید این برسه به کویت. اگر آمریکایی‌ها یک کشتی رو اسکورت کنن برسه به کویت، اینا کشتی ما رو فقط میزنن، ولی ما هر کشتی رو بخوایم مقابله به مصر کنیم بزنیم، دیگه اجازه نمیدن که کالایی برای ما جابجا بشه، نفتی صادر بشه، کالایی وارد بشه. اما کالاهای اونا رو به اسم اینکه کالا مال کویت و عربستانه، آمریکایی‌ها اسکورت میکنن و بعد از اونجا هم از راه زمین منتقل میکنن به عراق. نگذارید برسه. این نگذارید برسه همون جوانایی که توی افسریه عکسشون رو دیوارها هست، یعنی همون آقای مهدوی، اون گرد و بقیه‌شون الان اسمشون خاطرم نیست، 6-7 نفری. 2 تا دونه مین 02 که حدود 800 کیلو تا 1 تن وزنشه، مینایی که تو فیلم‌های سینمایی می‌بینید گرد شاخک داره، لنگر داره، میندازن میره زیر آب، میاد رو سطح آب میمونه. این 6 تا اسپرانس ایرانی رو آمریکایی‌ها برای شکستن روحیه ایرانی و اینکه ما با ناوهای خودتون که بهتون ندادیم میایم اسکورت میکنیم، جرأتش رو ندارید جت بزنید. 6 تا رزمناوی که یکیشون هواپیمای مسافربری خودمون رو زد، یعنی زورشون میرسه فقط به افراد بیگناه، افراد بی‌دفاع. اون 6 تا ناو اسکورت کردن، یکیشون پاسیور جلو، یکیشون پاسیور عقب، 2 تاشون سمت راست، 2 تاشون سمت چپ کشتی الرخا. کشتی الرخا رو پرچم آمریکا رو زدن روش، اسم آمریکایی گذاشتن روش، کشتی بریشتون. یکی از شاهکارهای دفاع مقدس ما زدن کشتی بریشتون بود. هنوز البته از مادر زایده نشده کارگردان و سناریستی که بتونه این فیلمو بسازه. هر وقت از اون سمت سرای افسری رد شدید، انتهای اتوبان افسری وارد اون سرا که میشید، این دست عکس اون افراد رو که دیدید، اینا اون 5-6 تا آدمی هستن که زیر سوم راهنمایی سواد داشتن و اینها رفتن دقیقاً یه جای این مینها رو ریختند که به ناوها نخورد ولی به کشتی بریشتون خورد و کشتی بریشتون اون مین چون 1 تن مواد منفجره داخلش هست، کشتی 330 متری رو جر دادنش و پاره کردنش فرض کنید 2 برابر این سالن بدنه اون نفتکش جر خورده بود. عکس این رو مجله تایم و نیوزیک روی جلد چاپ کرده بودن. هیچ وقت
این تصویر استراتژیک رو جوان ما، مگر اینکه یه کسی مثل ما وجودش رو داشته باشه توی تلویزیون بگه، توی جلسه سخنرانی بگه. ولی این سوال که ما چیکار داریم به فلسطینیا؟ فلسطینی برای فلسطین نمی‌جنگه، داره برای ایران می‌جنگه. لبنانی برای لبنان نمی‌جنگه، داره برای ایران می‌جنگه. جرأت گفتن این و جرأت فیلم ساختن اینجوری میشه تصویر استراتژیک ایجاد کردن. بله کشور مشکل و بیچاره و فقیر و درمانده و بیکاری و این حرفا داره، وزارتخونه براش داره. شما چرا بخش وزارت دفاع رو میگید بیاد بودجه امکاناتش بره اونجا؟ کشور دفاع نیاز داره. چطور شما وزارت بهداشت رو کسر نمیذارید؟ چون دفاع بدن مهمه، طرح واکسیناسیون، طرح چه اینا دفاع بدن دیگه. دفاع ملی هم دفاع بدن ملیه. نه وزارت بهداشت میتونه تصویب کنید، نه سیستم دفاعی رو. اون مشکل و بیچاره و فقیری که دارید اون براش 10 تا وزارتخونه دیگه دارید، اونا کم کاری کردن، اونا بی‌عرضگی کردن. اونا هم ضریب امنیت کشور امروز یکی از بالاترین ضرایب امنیتی تو دنیاست، اونا هم ضریب رفاه و ضریب عقب ماندگی رو حل کنن. این مثال هایی که میزنم و از نمونه هاش صدها مورد وجود داره. متاسفم از جامعه نویسندگان، متاسفم از جامعه هنری، متاسفم از این افرادی که ما باید بیایم مثلا بنشینیم اینجا این نکات رو تدریس کنیم، این نکات رو آشنا کنیم. یعنی جوانهامون رو بگیم آقا این فیلمی که می‌بینید 3000 قسمت سریال بشینیم ببینید، بعد بگیم این قسمتی که شما اینجا رو می‌بینید یه کسی وجودش رو داشته باشه، جرأتش رو داشته باشه، اطلاعات خام شما بهش میدیم بشینه سناریو بنویسه، فیلمنامه بنویسه، فیلمشو بازی کنه. تصور کنید 5 تا 6 تا جوان سواحل بوشهر رو آدمای روستایی با همون لهجه‌های رئیس علی دلواری، اینا یه قایق بوکهمر سوئدی کوچیک رو سوار بشن با یه قایق ولفجر برن خیلی جلوتر از جزیره فارسی، بیش از 250 تا 300 کیلومتر با شهر بوشهر فاصله داشته باشه، توی مسیر عظیمترین اسکورت دریایی تاریخ که 72 ساعت CNN مستقیم پخش مستقیم میکرد که ببینید این ناو رد شد و ایران نتونست بزنه و حرف رهبر این مملکتی گفته بود بزنید نذارید برسه به کویت. زدنش. هیچ کس جرئت نکرده در مورد این فیلم بنویسه. حالا شما توی اینترنت کلمه اسپرانس رو سرچ کنید. کلمه اسپرانس رو که سرچ کردید توی کلاس اسپرانس 6 تا ناو میاد. ناو وینسنت رو سرچ کنید. یک کلاس از ناو لس آنجلس. اونا اسمش تو همه جای دنیا اسم شهرها رو میذارن روی ناوها. شهر لس آنجلس اسم یک کلاس ناو پیشرفتشونه، یک کلاس از اون بالاتر مربوط به اسپرانسه که ناو پاسیوره. ویژگیش اینه که 5 حوزه میتونه بجنگه: با زیر آب، با هوا، با هواپیما، با زیر آب، با زیر دریا، یا تو سطح با ناوها. میتونه علیه خشکی‌ها و سرزمین‌ها بجنگه و به طور جدی نیرو امکانات پیاده کنه. کلاهک اتمی حمل میکنه، موشکایی که میتونه حمل کنه موشکای کلاهک اتمیه. یه دونه از اینا هست، من اینو از نزدیک توی دریای عمان دیدم، تیکوندراگا. 2 تا راکتور اتمی موتورشه، 1 میلیون مایل دریایی، این بدون نیاز به سوختگیری تو جنگ‌های اتمی حرکت میکنه. یعنی انقدر یخچالاش مملو به امکانات میشه، انقدر در واقع تواناییش بالاست، وسط اقیانوس‌ها میمونه، جنگ اتمی بشه، همه سرزمین‌ها نابود بشه، این نیاز به این که بیاد توی ساحل و سوختگیری کنه چیز دیگه داشته باشه نداره. برید عکساشو ببینید. در اسکورت اون 6 تا ناو کشتی بریشتون رو که هدف این بود، اونا بعد اینو سالم میرسوندن به هدف. عکس زیبایی که یا تایم بود یا نیوزویک، خاطرم نیست، یکی از این دوتاست. موقعی که احساس خطر میکنن و تمام خبرنگارا رو از روی این ناوها با هلیکوپتر منتقل میکنن به سواحل رأس و تنوره عربستان، وقتی این هلیکوپتر بلند میشه یکی از خبرنگارا از بالای عکسی گرفته، این جهت کشتی بریشتون به سمت کویت، اون سمت در 300 کیلومتر ساحل ایرانه، این سمت هم ساحل عربستان. ناوهای پاسیور خب طبیعتاً چون 150-60 متر طولشونه از اون ناو کشتی 300 متری کوچیک‌ترن. این که داره تو آتیش میسوزه داره غرق میشه، اینا آمدن 6 تا اسپرانس آمریکایی اومدن پشت این سنگر گرفتن به این خیال که موشک ایرانی اومده خورده به این. اگر موشک دیگه ای آمد خورد اینا پشت این سنگر گرفته باشن.
این تصویری است که رو جلد مجله حالا یا تایم بود یا نیوزویک، حالا تو سال 66 رو اگر تابستون سال 66 رو این آرشیوهای مجله تایم و نیوزویک رو بگردید میتونید این رو ببینید. این خیلی دشوار فیلم واقعی جنگی ساختن. ما که نمیگیم مثل این افسانه پردازی کنید نشون بدید به ایران حمله اتمی شده. میبینید نقشه چاپ میکنن توی دنیا که به ایران از خاک آمریکا حمله کردن، اسرائیل حمله